درود دوست من، امیدوارم سلامت باشی. مرسی که همراه من هستی و یک ویدیوی دیگه قرار من یکی از پرتکرارترین سوالاتی که ازم میشه رو بهت بگم و راهکارش هم بهت بگم. آقا منو کسی تو خیابون میبینه، تو باشگاه میبینه، توی آرایشگاه میبینه، توی مرکز خرید میبینه، هر جا میبینه میگه که رسول نمیشه یه نیرو خوب به ما معرفی کنی؟ من یه فروشنده خوب میخوام، من یه ادمین خوب میخوام، من یه بازاریاب خوب میخوام، یه نیرو خوب به معرفی کن، من یه سرپرست فروش، مدیر فروش خوب میخوام. وقتی این حرف رو میزنی یه نفس عمیق میکشم، میگم اگر نیروی خوب، فروشنده خوب، مدیر فروش خوب، سرپرست فروش خوب داشتم که چرا به تو معرفیش کنم؟ چرا بیام به تو معرفیش کنم؟ خودم میگرفتمش. و از اینجا بحث ما شروع میشه و بعد دیگه راجبش صحبت میکنم که آقا نیروی خوب پیدا کردنی و گرفتنی از این ور اون ور نیست. نیروی خوب اینه که تو یه نیروی سالم، یه آدمی که شخصیتی و ذهنیتی آدم سالمی باشه، استخدام کنی، اونو توانمند کنی، بکنیش یه فروشنده خوب، یه ادمین خوب، یه مدیر فروش خوب. چند تا نکته رو بهت بگم. اول اینکه من به تموم کسب و کارهایی که اصلا اگر چه میخوای کسب و کار رو اندازی کنی، چه کسب و کار داری، این نکته رو بهت بگم. بترس از اون روزی که یه نیروی خوب، یه کسی که سابقه خیلی خوب داره، یه کسی که مهارت خیلی بالایی داره، مثلا فروشنده اول فلان شرکته، مدیر فروش اول فلان شرکته، 10 سال سابقه کار فروش داره، بترس از اینکه اون میخواد بیاد برای کسب و کار نوپای تو کار کنه. چه دلیلی داره اون بخواد بیاد وارد چالش یک کسب و کار کوچیک بشه که از صفر یک کاری رو شروع کنه و بره جلو؟ اصلا آدما دوست ندارن از صفر کار کردن. و پس اگر یه روزی یه نفر میخواست بیاد پیشت کار کنی که خیلی آدم متخصصی بود و نیروی خیلی خوبی بود، همون نیروی خوبی که تو دنبالشی، باید ازش ترسید و فرار کرد، چون به روش‌های مختلف دورت میزنه. اون متخصص دیگه، اون بلده، اون میخواد کاری رو انجام بده که تو بلد نیستی. هر چی گفت باید بگی چشم، هر سازی زد تو باید برقصی و مطمئن باش تهش یه سوء استفاده ازت میکنه و حالا پرونده به مراجع قضایی کشیده میشه، یا نه یه ضرری میکنی و خودت پشت دستتو داغ میکنی و میگی آخ که چه اشتباهی کردم. حالا نیروی خوب از کجا گیر میاد؟ رسول چی کار کنم؟ ببین، اولین چیزی که باید از الان بهش توجه کنی بحث پرسونال برندینگ خودته. آدم هایی که تو آینده یا الان به بعد قراره برای تو کار کنن، بیان پیشت و کار کنن، به این موضوع خیلی توجه میکنن که آقا اون کسی که من میخوام برم پیشش کار کنم چه شخصیه، چه آدمیه، چه دستاوردی داشته، کیا میشناسنش، با کیا ارتباط داره، با کیا نشست و برخاست داره، چه کمکی میتونه به من کنه، من چه سودی میتونم از اون مدیرم که میخوام پیشش کار کنم ببرم. و وقتی تونستی پرسونال برندینگ خوب داشته باشی، میتونی این توقع رو داشته باشی که آدم‌هایی که میان سمتت نه تخصصی، از لحاظ شخصیت و ذهنیت آدمای قوی‌تری باشن، آدمای سالم‌تری باشن. حالا نیروی خوب رو میای از لحاظ شخصیتی و ذهنیتی، یک سری سوالات، فرم هست، لیست هست، توی اینترنت میتونی سرچ کنی، تو سایت خودمون، سایت مافینس سرچ بزنید استخدام فروشنده، اونجا ما فرمش هم گذاشتیم براتون. سرچ میزنید و بر اساس اون سوالات میفهمید که آقا طرف مقابل از لحاظ ذهنیتی و شخصیتی میتونه به کسب و کار تو و به تو کمک کنه یا نه. اگر میتونست کمک کنه، اون موقع وارد فاز تخصصیش میکنی. وارد فاز تخصصی شدن، اول میای محصولات و خدمات خودت رو بهش آموزش میدی. بعد از اینکه محصولات خدمات خودت آموزش دید، میای نحوه فروشی که تا الان توی سیستمت داشته اتفاق میافتاده رو بهش میگی، شرح میدی. آقا مشتری ما اینجوری خرید میکنن از ما، مشتری‌ها توی اینستاگرام اینجوری از ما میخرن، مشتری‌ها توی فروشگاه اینجوری از ما میخرن، مشتری‌ها توی تماس اینجوری از ما میخرن. اینو شرح میدی که کامل آموزش ببینه و به نوعی از دست خودت یا از دست یه فروشنده دیگه تقلب برداره، ببینه که چطوری میتونه محصولات تو رو بفروشن، یا ببینه که محصولات تو رو یه عده آدم دارن میخرن. از لحاظ باوری به این جایگاه برسه که آقا این جایی که من دارم کار میکنم نمیخواد برای فروختن جنساش زور بزنی، نمیخواد برای فروختن جنساش التماس کنی. خیلی از کسایی که نیروی مبتدی و صفرن این تصور رو دارن که بابا من حالا برم مثلا کار بازاریابی یا کار فروشم بخوام انجام بدم، باید التماس کنی. فروش یعنی التماس کردن. چرا؟ خب چون آموزش ندیده، چون کار نکرده، چون اصلا
بلد نیست، نمیدونه بازی از چه قراره. حالا بعد از اینکه محصولات تو بهش آموزش دادی، نحوه فروش تو هم از رو دست خودتو، بقیه پرسنل تقلب برداشت، اون موقع یه کلاس فروش میفرستیش. اون موقع میفرستیش که یه جای تخصصی آموزش ببینه و بعد از اینکه تخصصی آموزش دید، خودت روش چندین ماه نظارت میکنی که چجوری پرزنت میکنه، چجوری با مشتری صحبت میکنه، چجوری چونه میزنه با مشتری و مرتب بهش بازخورد میدی. آقا اینجایی که این حرف رو زدی خوب نبود، اینجایی که این چیزا رو گفتی خیلی خوب بود، جالب بود برام، دمت گرم. اینجایی که به این طرف فروختی، این مشتری ما نبود اصلا، تو خیلی خوب تونستی بهش بفروشی، بازخورد مثبت بهش میدی. اینجا تو به این مشتری همیشگی ما بد فروختی، کمتر از همیشه فاکتور زدی براش، یا کمتر از همیشه تونستی جنس بهش بفروشی. اینجا فیدبک منفی بهش میدی، فیدبک اصلاحی بهش میدی. اینجوریه که نیروی خوب ساخته میشه. پس اگر دنبال این هستی که یک کسب و کار را بندازی، یک کسب و کار داری دنبال اینی که نیروی خوب نیست، نیروی خوب رسول از کجا پیدا کنم، بدون که نیروی خوب رو فقط باید بسازی. من از روی شعار، از روی کتاب نمیگم، از چیزی که تو بازار دیدم و دارم میبینم بهت میگم. هر جای نیروی خوب آوردیم برای یک کسب و کار، بعد از چند ماه اون نیروی یا دزدی کرد، یا دعوا کرد، یا بحث کرد، یا از کار در رفت، به یه دلیلی به مشکل خورد و رفت. ولی هر جای نیروی صفر آوردیم، شاید یه بار یه نیرو صفر آوردیم دیدیم اون فرد از لحاظ ذهنیت شخصیت اوکی بود ولی نتونست این مهارت رو پیدا کنه، بعد از 2 ماه 3 ماه فرستادیمش رفت، دوباره یکی دیگه آوریم، شاید 6 7 ماه 2 3 تا پروسه 2 3 ماهه درگیر این قضیه بودیم، ولی بعدش یه نیروی ساخته شد که هم متخصص توی اون کسب و کار شد، هم ذهنیتی و هم مهارتی کسی بود که برای اون کسب و کار معجزه کرد. پس نیروی خوب رو دنبالش نباش، بترس اگر نیروی تخصص داری از یه جای دیگه اومد توی کسب و کار تو که کسب و کار نوپای، کسب و کار کوچیکی نسبت به اون جای قبلیش هست بخواد کار کنه. و مورد بعد نیروی خوب رو خودت باید بتونی بسازی. اگر توان این رو نداری که یه نیروی خوب حتی بهتر از خودت بسازی، بدون که هنوز مدیر خوبی نشدی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. تموم محتواهایی که اینجا برات میذارم جنسش با محتوای اینستاگرام و محتوایی که جای دیگه انتشار میدیم فرق میکنه. حتما سابسکرایب کن، حتما زنگوله کانال رو روشن کن که تو اولین نفر باشی که این محتوا به دست میرسه. نظر تو برام کامنت کن، خیلی ارزشمنده فیدبکت. سوالی داری، چالشی داری، بگو. اگر بتونم تخصصشو داشته باشم، تجربهش کرده باشم، حتما تو ویدیوهای بعد راجبش صحبت میکنم. پیروز و پرفروش باشید. فعلا خدا نگهدار.